فستیوال تابستونی تاناباتا، کشور ژاپن، شهر سندایی. این فستیوال هر سال به مدت 3 روز در شهر سندایی ژاپن برگزار میشه و مردم شهرهای دیگه برای دیدن این فستیوال به این شهر میان. همونطوری که میبینین از سقف این خیابون سرپوشیده اشکالی رو به صورت استوانه‌ای با کاغذهای رنگی درست میکنن و به نمایش میذارن. این گزارش رو برای گزارشگر شبکه من و تو تهیه کردم.